ضحاک از ترس فریدون شب و روز نداشت و روزی موبدان را فرا خواند و گفت باید گواهی برای من بنویسید که من جز خوبی و نیکی کاری نکردم. اما در همان زمان فریاد ستمدیده‌ای برخاست. او را پیش ضحاک فرا خواندند و او را کنار بزرگان نشاندند و ضحاک به او گفت بگو از که ستم دیده‌ای؟ او بلند شد و بر سر خود زد و گفت ای شاها، من کاوه‌ام و به دادخواهی پیش تو آمدم و اگر کارت داد ستودن است داد من بستان، اما بدان که این ستم را تو بر من روا داشته ای و اگر فکر میکنی جز خوبی و نیکی نکرده ای چرا پسران مرا کشته ای؟ از 18 پسر من تنها یکی مانده و از این پسر من بگذر و دردسر خودت را بیشتر نکن و بدان که اگر ستم کنی باید بهای آن را بدهی. من مردی آهنگرم و به کسی ظلمی نکردم، اما همیشه از شاه ستم دیدم. اگر تو شاه 7 کشوری پس چرا تمام رنج و سختی آن باید برای ما باشد و مغز فرزند من چرا باید خوراک ماران تو شود؟ ضحاک پس از حرفهای کاوه سرش را به او برگرداند و به او خوبی کرد و گفت تو نیز این گواهی را امضا کن. کاوه گواهی را خواند و با عصبانیت رو به بزرگان کرد و گفت شما با این کارتان به سوی دوزخ شتافتید. من نه این گواهی را امضا میکنم و نه از شاه میترسم. گواهی را پاره کرد و آن را لگدمال کرد و پسرش از کاخ بیرون رفت.